خیلی ها تو گذشته فکر میکردن که ژن‌ها باعث بیماری میشن. خیلی ها هنوز هم اینطور فکر میکنن. مردم فکر میکنن اگه افرادی از یک خانواده در اثر بیماری قلبی یا سرطان فوت کنن، احتمال ابتلای بقیه افراد اون خانواده به بیماری قلبی یا سرطان بالاه. و اگه کسانی اجداد فقیری داشتن، الزاماً به واسطه دی ان ای باید همون سرنوشت رو داشته باشن. امروزه اپیژنتیک به ما میگه که ژن‌ها عامل بیماریزا نیستن، بلکه این محیطه که ژن‌ها رو برنامه‌ریزی میکنه تا بیماری ایجاد بشه. اگه یادتون باشه قبلا در یک ویدیو گفتم احساسات واقعی و فیزیکی هستند و در واقع احساسات بازخورد شیمیایی و محصولات نهایی تجربه هایی هستند که ما در زندگی و محیط بیرونی تجربه میکنیم. پس اگه ما نسبت به موقعیتی در زندگیمون که برای ما ایجاد احساس میکنه واکنش نشون بدیم، وضعیت شیمیایی درون بدن ما هم میتونه به ژن‌های ما سیگنال بده که بیان ژن افزایشی یا کاهشی باشه و یا اصلا خاموش بشه. خود ژن از نظر فیزیکی تغییر نمیکنه، بلکه بیان اون تغییر میکنه و این بیان خیلی مهمه، چون میتونه روی سلامتی، روی توسعه فردی و زندگی ما تاثیر بذاره. پس حتی اگه شخصی از نظر ژنتیکی مستعد بیماری خاصی باشه، مادامی که ژنهاش به جای بیماری سلامتی رو بیان کنه، این شخص به بیماری مبتلا نمیشه و سالم میمونه. زمانی که بدن ما پیام‌ها و سیگنالی رو از محیط بیرون سلول به غشای سلولی میرسونه، این ماده شیمیایی به گیرنده‌ای در بیرون سلول متصل میشه و بعد مسیر رو به سمت دی ان ای در داخل سلول ادامه میده و بعد از اون یکی از ژن‌ها پروتئینی رو میسازه که معادل همون سیگناله. و اگه اطلاعات ورودی از بیرون سلول ها تغییر نکنه، ژن همون پروتئین قبلی رو میسازه و بدن هم مثل قبل میمونه. به مرور زمان ژن ها دچار تنظیم کاهشی میشن، یا اینکه بیان سالم پروتئین متوقف میشه و یا اینکه ژن ها فرسوده میشن. مثل زمانی که یک کپی از روی یک کپی دیگه برمیداریم. وقتی این کپی ها رو برمیداریم کیفیت پایین میاد و این مسئله باعث میشه بدن کیفیت متفاوتی از پروتئین رو بیان کنه. پس اگه شما احساساتتون رو تغییر بدید، میتونید بیان ژن‌هاتون رو تغییر بدید و بعضی ژن‌ها رو روشن و برخی دیگه رو خاموش کنید، چون شما دارید سیگنال شیمیایی جدیدی به دی ان ای خودتون ارسال میکنید و این سیگنال میتونه به ژن دستور بده که پروتئین دیگه‌ای بسازه و با تنظیم افزایشی یا کاهشی انواع مختلف واحدهای جدید مورد نیاز برای تغییر ساختار و عملکرد بدن رو بسازه. برای مثال اگه سیستم ایمنی شما مدت زیادی در معرض احساس استرس قرار گرفته و ژن‌های مرتبط با التهاب و بیماری رو فعال کرده باشه، شما میتونید ژن‌های جدیدی رو برای ترمیم و رشد روشن کنید و ژن‌های مسبب بیماری رو خاموش کنید. در واقع این ژن‌ها از نظر اپیژنتیک تغییر کردن و از دستورات جدیدی پیروی میکنن. پروتئین‌های جدید میسازن و بدن رو برای رشد، ترمیم و شفا برنامه‌ریزی میکنن. و همینطور اگه بدن شما چندین بار شکست‌های متفاوت مالی، عاطفی، عدم اعتماد به نفس و خشم و هر احساس مخربی که میتونه در مسیر توسعه فردی مؤثر باشه و یا از نظر ژنتیکی مستعد اون باشه رو تجربه کرده باشه و به اون عادت کرده باشه، شما باید فرکانس های جدیدی رو برای ترمیم و رشد اون روشن کنید یا ژن‌های مسبب اون عامل رو خاموش کنید و به این صورته که شما میتونید با موفقیت بدنتون رو نسبت به آگاهی و برنامه جدید شرطی کنید. واقعیت اینه که ریشه کن کردن عادتهای بدی که مثل یه درخت بزرگ شده و رشد کرده گاهی سخت و پردردسره. برای انجام این کار به یه چیزی بزرگتر از پشت و کار و اراده نیاز داریم.